خب قبل از اینکه بحث اصلیمون رو شروع بکنیم بیایم یه مرور داشته باشیم روی مطالبی که تا اینجا خوندیم. میدونیم که طی فرآیند کلیویج قرار هست که دو تا توده سلولی در رویان ایجاد بشه، یک توده سلولی داخلی و یک توده سلولی خارجی. توده سلولی خارجی تروفوبلاست رو ایجاد میکنه که در نهایت قرار هست ساختارهای جفتی رو به وجود بیاره. خود تروفوبلاست به دو تا لایه سایتوتروفوبلاست و سنسیشیوتروفوبلاست تقسیم میشه. توده سلولی داخلی هم میاد دو تا لایه رو به وجود میاره، اپیبلاست و هایپوبلاست. و میدونیم که اپیبلاست میاد ساختارهای اکتودرمی رو ایجاد میکنه، امنیاتیک اکتودرم و امبریونیک اکتودرم، و امبریونیک اکتودرم هم نورال کرست رو ایجاد میکنه. توی همین لایه اپیبلاستی یک ساختاری ایجاد میشه به عنوان پریمیتیو استریک و میدونیم که سلول ها از طریق این پریمیتیو استریک قرار هست که مهاجرت کنن به لایه های زیرین و برای ما ساختارهای مزودرمی و اندودرمی رو ایجاد بکنن. خود هایپوبلاست ساختاری رو به وجود میاره تحت عنوان اکسترا امبریونیک اندودرم و جلوتر اشاره میکنیم که قسمتی از همین اکسترا امبریونیک اندودرم نقش خیلی مهمی داره در مسیرهای سیگنالینگی که توی فرآیند گاسترولیشن دخیل هستن. توی این تصویر میبینیم که سلول های اپیبلاستی بسته به اینکه از کدوم قسمت پریمیتیو استریک مهاجرت میکنن به لایه زیرین سرنوشت های مختلفی رو میتونن داشته باشن. اگر از قدامی ترین قسمت پریمیتیو نود و در واقع اگر از همین در واقع قدامی ترین قسمت پریمیتیو نود مهاجرت کنن نوتوکورد رو ایجاد میکنن. اگر از قسمت های جانبی پریمیتیو نود و قسمت های ابتدایی پریمیتیو استریک مهاجرت کنن پاراآکسیال مزودرم رو ایجاد میکنن. اگر از قسمت های میانی شیار حرکت بکنن اینترمدییت مزودرم رو ایجاد میکنن و اگه در نهایت از قسمت های خلفی شیار مهاجرت کنن لترال پلیت مزودرم و اکسترا امبریونیک مزودرم رو ایجاد میکنن. به همین دلیل به این طرح و به این نحوه حرکت سلول ها اصطلاحاً فیت مپ یا نقشه سرنوشت هم گفته میشه که حالا بحث اصلیش مربوط به فصل بعدی هست و ما اینجا نمیخوایم خیلی وارد جزئیاتش بشیم. اشاره کردیم که فرآیند گاسترولیشن با ایجاد ساختاری به عنوان پریمیتیو استریک در انتهای کودال امبریونیک دیسک ایجاد میشه. حالا زمانی که این پریمیتیو استریک ایجاد شد سلول ها قرار هست که مهاجرت کنن بیان به سمت این پریمیتیو استریک و از اونجا برن در واقع به لایه زیری و برای ما ساختارهای مزودرمی و اندودرمی رو ایجاد کنن. اینجا یه سوال مهم به وجود میاد و اونم اینه که خب این سلول های اپیبلاستی با هم دیگه اتصال بین سلولی دارن، چطوری میتونن حرکت کنن، مهاجرت کنن بیان به سمت پریمیتیو استریک؟ خب اتفاقی که میفته اینه که همین در واقع سلول ها در ناحیه پریمیتیو استریک میان یک سری فاکتورها ترشح میکنن، یک سری مولکول ها ترشح میکنن که حالا جلوتر مفصل بهشون میرسیم. اینها میان در واقع ژن های بیان کننده سل ادهیژن مولکول ها رو خاموش میکنن، تولید مولکول های چسبندگی بین سلولی کاهش پیدا میکنه به خصوص ایکاترین ها و بنابراین سلول ها اتصالات بین خودشون رو از دست میدن، آزاد میشن و میتونن حرکت بکنن و مهاجرت کنن به سمت پریمیتیو استریک. این مسئله اول است. نکته دوم، حالا همین مهاجرت خالی سلول ها کافیه؟ میگیم نه. یه اتفاق دیگه هم باید برای سلول ها بیفته. سلول ها طی در واقع مسیر مهاجرتشون باید یک تغییر مورفولوژیک هم درشون ایجاد بشه. میدونیم که سلول های اپیبلاستی ویژگی های یک سلول اپیتلیال رو دارن، یعنی سطوح اپیکال و بیزال دارن و همچنین بیزال لامینا هم دارن. حالا طی این فرآیند مهاجرت سلول ها میان کشیده میشن و این بیزال لامیناشون رو هم از دست میدن و اصطلاحاً باتل سل ها رو ایجاد میکنن، سلول های بطری شکل رو ایجاد میکنن. اشاره کردن که تشکیل این باتل سل ها و این تغییر مورفولوژیک در سلول ها خودش به عنوان یک عاملی هست برای فراخوانده شدن سلول ها به سمت پریمیتیو استریک. حالا زمانی که باتل سل ها ایجاد شدن و میخوان اینواژینه بشن به لایه زیرین یا بهتر بگیم به فضای بین دو تا لایه، یه تغییر دیگه هم درشون ایجاد میشه و اونم اینه که ماهیتشون هم تغییر میکنه و تبدیل میشن به سلول های مزنشیمال. پس به صورت کلی توی فرآیند اینواژینیشن ما دو تا اتفاق مهم داریم. یک، تغییر مورفولوژیک و ایجاد باتل سل و دو، دیفرنشیشنی که در سلول ها به وجود میاد و از حالت اپیتلیالی به حالت مزنشیمالی تبدیل میشن. به این فرآیند اصطلاحاً اپیتلیال مزنشیمال ترانزیشن هم گفته میشه. همزمان با اینکه سلول ها دارن مهاجرت میکنن به سمت پریمیتیو استریک، سلول های اپیبلاستی بیکار نمیشینن، یه کاری میکنن، میان یک ماده به عنوان هیالورونیک اسید رو ترشح میکنن به فضای بین دو تا لایه. این هیالورونیک اسید ماده خیلی مهمی هست. چرا؟ چون که میدونیم که هیالورونیک اسید یک ماده جذب کننده آب هست. زمانی که از این سلول های اپیبلاستی ترشح میشه به فضای بین دو لایه، میاد آب رو به خودش جذب میکنه. خب این فایدهش چیه؟
فایدهش اینه که زمانی که سلول های باتل سل میان به بین دو لایه، بهتر بگیم سلول های مزنشیمالی که حالا ایجاد شدن میان توی این لایه، میان توی این فضا خودشون رو توی یک محیط غنی از هیالورونیک اسید میبینن و این کمک میکنه که به همدیگه نچسبن، تشکیل کلونی ندن و راحت‌تر مهاجرت بکنن. علاوه بر این هیالورونیک اسیدی که از طریق فاصله دادن به سلول ها و در واقع کمک کردن به مهاجرتشون نقش داره، یک عامل دیگه هم توی مهاجرت سلول ها نقش داره و اون در واقع فیبرونکتینی هست که توی بیزال لامینای اپیبلاست وجود داره. اشاره کردم که توی این فرآیند در واقع مایگریشن و بعد اینورژنیشن سلول ها قرار هست یک سری از ژن های خاص بیان بشن که جلوتر اشاره میکنیم و قرار هست همزمان باش یک سری از ژن ها هم خاموش بشن، مثل همین ژن های بیان کننده سلاتیژن مولکول ها که بهش اشاره کردیم. خب بریم جلوتر راجع به یک سری مکانیزم های مولکولی، یک سری جنبه های مولکولی که توی گاسترولیشن دخیل هستن با هم دیگه صحبت بکنیم. این تصویری که اینجا می‌بینیم از کتاب جنین‌شناسی کارلسون هست. توی این تصویر ما در واقع به صورت خلاصه سیگنالینگ های مهمی که توی فرآیند گاسترولیشن داریم رو می‌بینیم. قبل از هر چیز اشاره بکنیم به این نکته که بیشتر مطالبی که ما امروزه می‌دونیم راجع به این مسیرهای سیگنالینگ در نتیجه مطالعاتی است که روی رویان‌های موش و جوجه صورت گرفته و به صورت کلی میگن اساس گاسترولیشن توی پستانداران و پرندگان یکیه، خیلی شبیه به همدیگه هستش. حالا بریم جلوتر و اشاره بکنیم که چطوری اصلا گاسترولیشن صورت میگیره، این اساس مولکولیش رو با هم یه مرور داشته باشیم. خب ما گفتیم که در واقع فرآیند گاسترولیشن با تشکیل پریمیتیو استریک در واقع شروع میشه. حالا سلول های اپیبلاستی از کجا میتونن که بیان توی انتهای کودال امبریونیک دیسک این ساختار پریمیتیو استریک رو به وجود بیارن؟ جواب این سوال اینه که ما دو تا اینداکتینگ ایجنت، دو تا فاکتور القا کننده داریم که اینها به صورت کلی میان تشکیل پریمیتیو استریک رو القا میکنن تحت عنوان گروهی از در واقع خانواده ترانسفورمینگ گروث فاکتورها که به عنوان TGF بتا میشناسیمشون و WNT. این دو تا اینداکتینگ فاکتور میاد از سرتاسر در واقع لایه اپیبلاستی ترشح میشه و قرار هست که تشکیل پریمیتیو استریک رو القا بکنه. اما ما اشاره کردیم که ما فقط در انتهای کودال امبریونیک دیسکمون در واقع پریمیتیو استریک رو میخوایم. پس بنابراین باید در واقع تشکیل شدن پریمیتیو استریک توی انتهای انتریور مهار بشه. چطوری؟ اشاره میکنیم. WNT فاکتوری هست که میاد یک در واقع فاکتور دیگه ای رو تحت عنوان نودال ترشح میکنه. در واقع این WNT تأثیر میذاره روی سلول های اپیبلاستی، اونجا بیان شدن ژن نودال رو باعث میشه و نودال ترشح میشه. نودال فاکتور اصلی هست برای تشکیل پریمیتیو استریک. توی قسمت های دیگه اپیبلاست هم همین اتفاق میفته. حالا ما گفتیم اینو باید مهارش کنیم که توی قسمت های دیگه پریمیتیو استریک نداشته باشیم. اینجا لایه هایپوبلاست دست به کار میشه. لایه هایپوبلاست ما گفتیم میاد ساختاری رو ایجاد میکنه تحت عنوان اکسترا امبریونیک اندودل. قسمت انتریورش به عنوان یک سیگنالینگ سنتر مهم برای ما عمل میکنه و ما اصطلاحاً بهش انتریور ویسرال اندودر میگیم. این انتریور ویسرال اندودر میاد دو تا فاکتور مهم رو ترشح میکنه که اصطلاحاً بهش نودال اینهیبیتور گفته میشه، مهار کننده های نودال به عنوان CER1 و لفتی 1. این دو تا فاکتور میان ترشح در واقع نودال رو متوقف میکنن و در نتیجه ما فقط فعالیت نودال رو توی قسمت کودال داریم و تشکیل پریمیتیو استریک رو هم فقط در قسمت کودال خواهیم داشت. پریمیتیو استریک در مرحله اول به شکل مثلثی هستش و بعد در نتیجه پرولیفریشن یا تکثیر سلول ها و مایگریشن و مهاجرتشون به سمت این ساختار مثلثی تبدیل میشه به یک ساختار خطی شکل. به این فرآیند پرولیفریشن و مهاجرت سلول ها اصطلاحاً کانورجنس اکستنشن موومنت گفته میشه. در واقع فرآیندی که طی اون علاوه بر اکستنشن یعنی گسترش در واقع پریمیتیو استریک، یک کانورجنسی هم، یک حرکت همگرایی هم در سلول ها میبینیم که منجر میشه به این در واقع خطی شدن ساختار پریمیتیو استریک. خب
این هم اشاره کردیم که پروتئین که نگیم، فاکتور در واقع نودال همراه با در واقع یک اینداکتینگ فاکتور دیگه تحت عنوان WNT در واقع دو تا فاکتور اصلی در تشکیل پریمیتیو استریک هستن. یک فاکتور دیگه هم مؤثر تحت عنوان کوردین که کوردین رو جلوتر هم بهش میرسیم و اشاره میکنیم که چه نقشی رو داره. حالا گروهی از همین سلول‌های اپیبلاستی میان توی در واقع سفالیک ترین قسمت پریمیتیو استریک یک گرهی رو برای ما ایجاد میکنن تحت عنوان پریمیتیو نود. از این پریمیتیو نود به عنوان داینامیک ماس آف سل یاد شده، یعنی یک توده سلولی پویا. چرا بهش میگن توده سلولی پویا؟ چون قرار هست که در واقع یک سیگنالینگ مولکول‌های متعددی رو برای ما ترشح بکنه. ما قبلتر اشاره کردیم که توی قسمت انتریور یک سیگنالینگ سنتر داشتیم تحت عنوان انتریور ویسرال اندودرم. اینجا توی قسمت پوستریور هم دومین سیگنالینگ سنترمون ایجاد شده، همون پریمیتیو استریک. پریمیتیو استریک میاد یک سری مولکول ها ترشح میکنه، مثل نودال، مثل WNT3A، مثل کریپتو و FGF8. این مولکول ها میان در واقع یک ترانسکریپشن فاکتوری رو ایجاد میکنن تحت عنوان بروکیوری. فایده این در واقع همه فرآیند چیه؟ ما قبلتر گفتیم که سلول های اپیبلاستی برای اینکه بتونن مهاجرت بکنن باید اتصالات بین سلولیشون رو از دست بدن. این اتصالات بین سلولی چطوری از دست میره؟ زمانی که ژن بیان کننده این پروتئین ها مهار بشه. خب این ژن که خود به خودی که در واقع خاموش نمیشه، باید یه فاکتوری، یک مولکولی رو اینا اثر بذاره. چه مولکولی اثر میذاره؟ همین نودالی که از پریمیتیو استریک ترشح میشه و FGF تایپ 8 در واقع فیبروبلاست گروث فاکتور تایپ 8 میاد تاثیر میذاره روی ژن‌های بیان کننده این مولکول‌ها، ترشحشون رو کمتر میکنه و سلول‌ها آزاد میشن و میتونن مهاجرت بکنن به سمت پریمیتیو استریک. از طرفی ما توی پریمیتیو نود گفتیم که یک سری مولکول‌های دیگه ترشح میشن، مثل ناگین، مثل کوردین و مثل اکتیوین نودال. این فاکتورها چیکار میکنن؟ ناگین و کوردین رو جلوتر مفصل بهش اشاره میکنیم، اما به صورت کلی این مولکول ها میان دو تا ترانسکریپشن فاکتور رو ایجاد میکنن تحت عنوان فوکساتو و گوزکوید. این فوکساتو و گوزکوید چیکار میکنه؟ فوکساتو که اصلا در واقع فاکتور اصلی در ایجاد نوتوکورد هستش، یعنی اگه فوکساتو نباشه اصلا ما نوتوکورد رو نداریم. گوزکوید هم بعداً اشاره میکنیم که روی نوتوکورد اثر میذاره و باعث یک القاءاتی در نوتوکورد میشه. حالا نوتوکورد که برای ما ایجاد میشه، خود نوتوکورد رو ما به عنوان سومین سیگنالینگ سنتر در نظر میگیریم. پس انتریور ویسرال اندودرم، پریمیتیو استریک و نوتوکورد به ترتیب میشن سیگنالینگ سنترهای انتریور، پوستریور و میدل ما. سه تا مرکز سیگنالینگ مهم در قسمت‌های قدامی، خلفی و میانی رویان داریم. نوتوکورد تحت تاثیر در واقع گوزکویدی که از پریمیتیو استریک ترشح میشه، میاد دو تا فاکتور تحت عنوان ناگین و کوردین ترشح میکنه. این ناگین و کوردین ترشحشون از پریمیتیو نود هم صورت میگیره، اما ترشح اصلیشون توسط نوتوکورده. نوتوکورد ناگین و کوردین رو در واقع ترشح میکنه. ناگین و کوردین میان در واقع BMP4 یا بون مورفولوژیک پروتئین تایپ 4 رو در واقع مهار میکنن، بلاک میکنن و از این طریق به در واقع تشکیل نورال پلیت و فرآیند نورولیشن کمک میکنن. زمانی که سلول ها در واقع از طریق پریمیتیو استریک مهاجرت کردن و رفتن به لایه زیری، در قسمت پوستریور در واقع دیسک رویانیمون یه اتفاقی میفته. یک در واقع ژن دیگه، یک پروتئین در واقع دیگه میاد بیان میشه به تحت عنوان HOX. این در واقع ژن HOX تحت تاثیر سه تا در واقع سیگنالی مولکول میاد در واقع بیان میشه، FGF، WNT و رتینویک اسید. این سه تا میان در واقع تاثیر میذارن روی یک فاکتور رونویسی تحت عنوان CDX و اون هم میاد HOX رو ایجاد میکنه. HOX فایدهش چیه؟ میاد ساختارهایی رو در امتداد در واقع توی تکامل ساختارها در امتداد انتروپوستریور اکسیس بدن در ادامه فرآیند تکامل نقش داره. خب خود نوتوکورد علاوه بر ناگین و کوردینی که ترشح میکنه و از اون طریق میاد فرآیند نورولیشن رو القا میکنه، یه فاکتور مهم دیگه هم ترشح میکنه تحت عنوان SHH. این SHH رو ما در ترشحش رو در نوتوکورد داریم، در پریمیتیو نود داریم،
اما ترشح اصلیش از یک ساختار دیگه‌ای هست تحت عنوان پرکوردال پلیت که در واقع منبع اصلی هست برای ترشح SHH. در واقع ما سیگنالینگ سنتر چهارممون رو هم میتونیم پرکوردال پلیت در نظر بگیریم. SHH میاد چیکار میکنه؟ SHH شرکت میکنه در الگوی شکمی تشکیل فوربرین، مغز قدامی ما. در واقع اگه این ترشح SHH رو نداشته باشیم، تشکیل در واقع فوربرین، مغز قدامی، با اختلال مواجه میشه. همچنین این پرکوردال پلیت ما از طریق در واقع فاکتورهای دیگه‌ای که تولید میکنه یک منبع سیگنالینگ مهم برای بقایای در واقع برای بقای سلولهای نورال کرست هم هستش که جلوتر توی فصل آینده بهش میرسیم. برگردیم سر وقت همین انتریور ویسرال اندودرمی که گفتیم. این انتریور ویسرال اندودرم در واقع به دو تا بخش تقسیم میشه، یک بخش قدامی تر و یک بخش خلفی تر. بخش قدامی ترش در واقع در سیگنالینگ های شرکت میکنه که باعث تشکیل اولیه قلب میشه و بخش خلفی ترش در واقع از طریق تولید یک سری در واقع مولکول های سیگنالینگ دیگه‌ای مثل LIM1 میاد کمک میکنه به پرکوردال پلیت در تشکیل در واقع مغز قدامی و به خصوص تشکیل سر. و اگه این در واقع فاکتور LIM1 رو نداشته باشیم که از در واقع همین انتریور ویسرال اندودرم ترشح میشه، تشکیل سر با در واقع اختلال مواجه میشه و اصلا ممکنه که ما آنانسفالی داشته باشیم، عدم تشکیل سر رو داشته باشیم. خب این یک خلاصه‌ای بود از کل فرآیند سیگنالینگ که توی گسترولیشن داریم، اما محدود به همین تصویر نمیشه و خیلی مولکول‌های دیگه و مسیرهای دیگه هم شناسایی شدن که تاثیر دارن توی فرآیند گسترولیشن، ولی ما اینجا به صورت خلاصه اشاره کردیم به مسیرهای سیگنالینگ که توی بحث گسترولیشن داریم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و توجهی که کردین و خدا نگهدار.